سلام امریش، کجایی؟ انگار نیومدی. سلام، ما دیگه نتونستیم با شما بیایم بیرون، بریم به سلامت شما. یا حرفا چیه؟ الان دقیقا کجایی تا ما بیایم پیشه؟ ما صبح زود جیگر آوری کردیم، ما نیستیم. ما الان سمت رامسر فساد یا داریم میریم، شما با ما نمیرسیم. مردو، من به امید تو اومده بودم، تو شابهودو هم فراموش کرده بودم، گفتم تو بگیری بیای. امیدت به خدا باشه، ما دیگه مسیرمون عوض شه ان سال دیگه. خداحافظ. امریخ کجایی؟ سعی با تو یه کاسه تریت میخوره که من با تو میام سیزه بدم. آقا جون همین الان گفته باشه ما فقط بوشهر میخوام این سیزه بداری شاد باشیم. ما میخوام شاد نباشن. این پارسال هم میخواست شاد باشی، پیکنیک مصادره کردم، خودم هم 40 رو تو پیرمن و هم سفته شد. برو همین سر زمین احمدینا میخوام این 2 تا دودم بدم بیبیت برای قندش خوبه. برو. آقا جون خیلی هم بارون زده آدم میره اعصابش خورد میشه. من میخوام یه شلوغی باشه که شب یه اتفاقی افتاد 4 تا زن دختر باشه برامون جیغ بزنه. 4 تا زن دختر باشه زاغ بزنی ها. بیا برو، همین امام زدن خیلی شلوغه. برو نشته بریم همونجا. آقا جون قربون امامزاده برم، من حقیقت یه 20 دقیقه میگذاری تو برنامه گناه داره. بیبی من نفهماد بره این میگم برو تخم سگ خجالت بکش تخم سگ یه چکی میدن که تو روله دماغت خون در بیا. خدایا هیچ لوتی کار نکن. آقا جون بسکتبال توپ نداره نه بردیمه. بابا این خب بسکتبال نی، اینا اسکیته. دور بزن خدا زدم دور بزن. چطور شد؟ آفتوانه 100 بار گفتم آفتوانه بذار بالا. آقا جون زعلمونه بردیم ملت ایرپاد و پاور بانک جا میذارن آفتوه، حالا با یه سنگ کلوخی کارمون راه میندازیم. اوی باشه برو تو بریم، بچه نمیذاره آدم زندگی کنه. گلی واله دهنی بخون تا دست بزنی. آخه چمدون پرتلا پل پل میا بالا، چمدون پرتلا پل پل میا بالا، ایدیه هر که خوشاله یه جواز کربلا.